خودم میرزای دختر خردی خود را فقط در تلفن دیده است. هستی خردسال در افغانستان است. او زمان تولد شد که خانواده اشان الکی دو تقسیم شده پدر و خواهران فرسخ و دور در امریکا بودند. کلیشان که صحبت میکنم حالو دیگه که خورده. سال پیش زمان سقوط کابل میرزای توانست با دو دخترش افغانستان را ترک کند. خواهران میرزای در حکومت سابق افغانستان کار میکردند. وقتی طالبان سر قدرت آمدند به این خانواده خطر تهدید میکرد. میرزای مجبور شد فرار کند. اما همسر او فاطمه که آن زمان باردار بود با پسر 14 سالش محمد در افغانستان ماند. باردار بودم. ما آخرش بود تقریبا 8 بود. دیگه او مسافرت یک بهش سخت بود. دیگه ما و بچه خودم ماندم در پالویش گفتم دیگه حال تنها نباشم. زینب و مهیا با مادر در اینترنت صحبت میکنند. آن هم در لحظه هایی که در افغانستان اینترنت خوب باشد. هر دفعه که زنگ میزنه که مادرش جنجال میکنه که چرا خانه مهیا نمیایید؟ بیا خانه من مگه. مادر بیا خانه من. دلم تنگ شده برید. میرزای در افغانستان بیناکار بود. در امریکا او دختری خردسالش مهیا را نگاه بین میکند. دختری کلانیش زینب مکتب میخواند. دو تا طفل زیر سن است. مکتب مورد درس میخوانند. این دیگه گفت کس نگاه کنه. باید بشینی تا ما یک مرد پیدا که چیز برش پیدا کنیم. امینه خواهر میرزای هم در همسایگی او زندگی دارد و تلاش دارد راه زندگی خود را در کشوری نو پیدا کند. او کار میکند و همزمان زبان میآموزد. میدونم که نیاز به مادر داره، از مادرش دور بوده و یک کودکی هست که بسیار کودک سرشار، کودکی هست که بسیار با عاطفه و با احساس هست. نهایتا یک مقدار برای او محبت کنم. دیگه حتی در خود من اینجا الان برای فعلا کمک نمیتونم. ماندم که چیکار کنیم. همسر میرزای مثل زنان دیگر در افغانستان تحت محدودیت ها و فشار طالبان زندگی دارد. برای زنان در این کشور اجازه کار دادن نمی شود و آنها حق تحصیل و بدون همراهی مرد بیرون شدن از خانه را ندارند. زینب میگوید انتظاری ها برای دیدار فرزندان و به همایی خانواده مادرش را خسته و تا جای ناامید کرده است. الان بعضی وقتا فکر میکنه که مثلا میگه که اصلا نمیشه که ما ببینیم دوباره هم دیگر خود اینا. این عائله که 1 سال باز به 2 قسم تقسیم شده است نمیداند کی این جداییشان خاتمه خواهد یافت. صدها خانواده پناهجوی افغان هم همین سرنوشت را دارند. با سر قدرت آمدن طالبان آنها در هر گوشه دنیا پراکنده شده با آرزوی دیدار پیوندانشان زندگی دارند.